سلام، روزتون بخیر. امروز آموزش کباب مایتابه‌ای بوقلمون رو داریم. نیم کیلو گوشت سینه بوقلمون چرخ شده است، 2 تا پیاز بزرگ، ادویه هامون هم هست با نمک و زعفرون. پیاز رو میذاریم ریز ریز بشه، آبش هم اصلا نگیریم. حالا پیاز و گوشتمون رو با ادویه و نمکمون قشنگ برز میدیم. حریره سیر، پاپریکا، پودر زنجبیل، زردچوبه و فلفل قشنگ برز میدیم. حالا نوبت زعفرون زعفرون میریزیم. خب تای مایتابه‌مون ما یکم روغن میریزیم، نه که خیلی کم نریزیم چون این حالت خشک داره، زیاد خشک نشه. من چون از این روغن سرشار خیلی راضی بودم از اینجا قشنگ پهن میکنیم کف مایتابه. روغنم بریزید به خاطر اینکه